بسم الله الرحمن الرحیم. بریم که فصل یک ریاضی عمومی یک رو که اسمش تاب هستش رو با هم شروع کنیم. اولین چیزی که باید یاد بگیریم زوج مرتب هستش. اگر بین دو شیء A و B ترتیبی در نظر بگیریم آن را زوج مرتب می‌نامیم و آن را به این صورت نمایش می‌دهیم. نگاه کنید، همونطور که از اسمش معلومه زوج مرتب یعنی دوتایی که ترتیب توشون مهمه. حالا ما به این A میگیم مؤلفه اول و به B میگیم مؤلفه دوم. نگاه کنید، همونطور که از اسمش معلومه زوج مرتب یعنی ترتیب توش مهمه، یعنی زوج مرتب A و B به هیچ وجه برابر نیست با زوج مرتب B و A. این از این. بریم سراغ حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه. اون رو به این صورت نمایش میدن، یعنی A ضرب B یک مجموعه ای از A و B هایی که به این گفتیم که دیگه به طوری که A یعنی مؤلفه اولش عضو مجموعه A باشه، مجموعه A، و B یعنی مؤلفه دوم عضو مجموعه B باشه. پس حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه A و B برابر است با زوج مرتب هایی که مؤلفه اولش باید عضو مجموعه A باشه و مؤلفه دومش باید عضو مجموعه B باشه. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم که قشنگ براتون جا بیفته. فرض کنید که یک مجموعه‌ای داریم به نام A که اعضاش 1 و 2 هستن و یک مجموعه‌ای داریم به نام B که اعضاش 6 و 7 هستن و از ما حاصل ضرب دکارتی A ضرب B رو خواستن. پس ما باید A و B هایی رو زوج مرتب هایی بنویسیم که مؤلفه اولشون عضو مجموعه A باشن و مؤلفه دومشون عضو مجموعه B باشن. پس میام چیکار میکنم؟ یه زوج مرتب می نویسم. خب باید مؤلفه اولش یعنی اینجا باید عضو مجموعه A باشه. خب من یک رو انتخاب میکنم و باید مؤلفه دومش عضو مجموعه B باشه. من 6 رو انتخاب میکنم. این اولین زوج مرتب. دومین زوج مرتب اینجوریه، مؤلفه اولش باید عضو مجموعه A باشه. من باز یک رو انتخاب میکنم و مؤلفه دومش باید عضو مجموعه B باشه. من 7 رو انتخاب میکنم. ببینید اینطوری، اینم از دومین زوج مرتب. حالا بریم سومی رو بنویسیم. خب اینجا باید زوج مؤلفه اولش عضو مجموعه A باشه. من 2 رو انتخاب میکنم و مؤلفه دومش باید عضو مجموعه B باشه که من 6 رو انتخاب میکنم. الگوش باید دستتون اومده باشه.
و میریم سراغ آخرین زوج مرتب. خب مؤلفه اولش باید عضو مجموعه A باشه که من 2 رو انتخاب میکنم و مؤلفه دومش باید عضو مجموعه B باشه که من 7 انتخاب میکنم. شد 2. برای اینکه قشنگ جا بیفته من یه مثال دیگه از خاصه ضرب دکارتی میگم. فرض کنید که این A ما باشه، این دفعه مثلا 1 2 3 4 باشه و مجموعه B ما باشه 6 و 8 و از ما خاصه ضرب دکارتی آزاده رو بخوام. چیکار میکنیم؟ دیگه الگوش باید دستتون اومده باشه. بعد ما زوج مرتب هایی بنویسید که مؤلفه اولش باید عضو مجموعه A باشه و مؤلفه دومشون باید عضو مجموعه B باشه. خب من اول 1 رو انتخاب میکنم و بعد مؤلفه دوم 6 رو انتخاب میکنم. این از اولین زوج مرتب. دومین زوج مرتب ما باز باید مؤلفه اولش عضو مجموعه A باشه که من 1 رو انتخاب میکنم و مؤلفه دومش باید عضو مجموعه B باشه که من 8 رو انتخاب میکنم. خب ببین اینطوری دیگه، این به این به این. بعدی باز این رو انتخاب میکنی 3 و 6 و 8. بعدی 4 6 4 8. اینطوری. حالا من این رو براتون می نویسم. سومین زوج مرتب میشه 2 و 6. چهارمین زوج مرتب میشه 2 و 8. پنجمین زوج مرتب میشه 3 و 6. ششمین زوج مرتب میشه 3 و 8. برای اینکه شروع ماشین رو پاک میکنم. هفتمی میشه 4 و 6. و هشتمی میشه چی؟ 4 و 8. و این مجموعه رو میبریم و همین رو. خب دوستان، برای اینکه رابطه رو یاد بگیرین باید از قبل زیر مجموعه بودن رو بلد باشید که اگر بلدید اینجا رو اسکیپ کنید، برید جلو و اگر هم از یادتون رفته 1 دقیقه این قسمت رو تماشا کنید. من برای این کار یک اسکرین میارم. فرض کنید که یک مجموعه داشته باشیم A و یک مجموعه داشته باشیم به نام B. خب همونطور که میبینید B بخشی از A هستش، پس میتونیم بگیم که B زیر مجموعه A هستش. این یعنی چی؟ یعنی B
عضوهایی دارد که مجموعه A هم آنها را دارد، ولی A عضوهایی دارد که مجموعه B آنها را ندارد. الان نگاه کنید، مثلا الان نگاه کنید B که اینجا هستش بخشی از A هستش، یعنی عضوهایی که B داره A هم اونا رو داره. مثلا اینطوری میام براتون جا بندازم، A همون ایران هستش، B برای مثال تهران هستش. الان نگاه کنید تهران مکانهایی داره که متعلق به ایرانه، ولی ایران یک مکانهایی داره مثل شیراز، مثل مشهد، مثل خیلی جای دیگه که تهران اونجاها رو نداره. پس میتونیم بگیم که تهران زیر مجموعه ایرانه و همین راه. خب حالا که زیر مجموعه بودن رو یاد گرفتید، بریم سراغ رابطه. هر زیر مجموعه از حاصل ضرب دکارتی آذر در B را یک رابطه از مجموعه A به مجموعه B مینامم. من حاصل ضرب دکارتی که تو اسلاید قبل داشتیم و یک بار دیگه براتون میارم که این بودش. حالا میخوام از این زیر مجموعه بکشم بیرون و این رو بگیم که رابطه رو با R نمایش میدم. من میخوام اولین رابطه‌مو R اندیس 1 نمایش بدم و چون زیر مجموعه خودش رابطه خودش یک مجموعه هستش، باید داخل آکولات قرار بگیره. حالا به انتخاب یکی از اینا رو انتخاب کنم، مثلا همین 1 و 6. الان رابطه 1 زیر مجموعه آذر در B هست، یعنی حاصل ضرب دکارتی. پس میتونیم بگیم که این یک رابطه هستش. حالا رابطه دوم با R اندیس 2 نمایش میدم و چون رابطه خودش یک مجموعه هستش داخل دو تا آکولات نمایش میدم. حالا مثلا من میام این و این رو انتخاب میکنم. الان R اندیس 2 زیر مجموعه حاصل ضرب دکارتی آذر در B. چرا؟ اصلا اینم نم توضیح دادم ولی یه بار دیگه میگم. الان کنید این مجموعه زیر مجموعه اینه. چرا؟ چون یه عضوی داره که حاصل ضرب دکارتی هم اونو داره و حاصل ضرب دکارتی یک اعضایی داره که این نداره. پس میتونیم بگیم که این مجموعه R اندیس 1 زیر مجموعه حاصل ضرب دکارتیه. حالا اینو توضیح بدم. چرا میگم که R اندیس 2 زیر مجموعه آذر در B یا حاصل ضرب دکارتیه؟ چون R اندیس 2 یک اعضایی داره که حاصل ضرب دکارتی هم اونا رو داره، ولی حاصل ضرب دکارتی یک اعضایی داره که R اندیس 2 نداره. پس در نتیجه
آر اندیستا زیر مجموعه حاصل ضرب دکارتیه که چند دقیقه پیش قشنگ براتون توضیح داده بودم تو بلک اسکرین. یه رابطه دیگه بنویسم، دفعه آر اندیس و اعضاش هم اینا هستن 1 و 6 1 و 7 2 و 6. حالا آر اندیس بنا بر توضیحاتی که واسه این دو دادم زیر مجموعه حاصل ضرب دکارتی آبی هست. این هم هست. نمودار پیکانی. نمودار پیکانی تشکیل شده از 2 تا دایره که نماد مجموعه هستن و فلش هایی که یا پیکان هایی که از اونها خارج میشه و به دومی وارد میشه. الان نگاه کنید، من میخوام رابطه سوم رو نمودار پیکانیش رو بکشم، رسم کنم. برای این کار به 2 تا دایره که نماد مجموعه هستن، این مجموعه اول، این مجموعه دوم، مثلا بذارید آر اندیس رو بنویسم اینجا یک بار دیگه 1 و 6 1 و 7 2 و 6. خب همونطور که یادتونه گفته بودم مؤلفه‌های اول عضو مجموعه آ هستن، پس اینجا می نویسمشون. خب 1 2 بار تکرار شده، فقط یه بار می نویسم چون توی مجموعه ها ما عضو تکراری نداریم، پس میشه 1 و 2. و همونطور که گفته بودم مؤلفه‌های دوم عضو مجموعه دی هستن. خب اینجا 6 2 بار تکرار شده، یه بار می نویسمش. حالا زوج مرتب رو اینجوری نمایش میدیم، میگیم که 1 و 6 از 1 به 6 با یک پیکان و هم وصل. 1 و 7 یعنی ابتدای پیکان باید روی 1 باشه، انتهای پیکان رو 7. این از سومی، یعنی این 2 و 6 یعنی ابتدای پیکان باید روی 2 باشه و انتهای پیکان روی 6 باشه. این هم نمایش پیکان.